یک شیر ایرانی هیچ وقت غافلگیر نمیشه. الان بهت یاد میدم چطور مبارزه کنی. خیلی وقته که آمادم. شروع کن. یاد بگیر پسر. عالی بود آقا بگیر. درود بر تو. من هنوز هم فراموشت نکردم، اما تو هرگز تسلیم زور نشدی. بدون اینو تو ای مرد توی قلبم میمونی. I can, but when I face an unjust injury, then I'll change my hands into face of fury. سلام، شبتون بخیر. سلام. CCU حاج احمد توسلی. راه رو سمت راست. بله ممنون. دکتر جعفر نژاد به اتاق عمل. دکتر جعفر نژاد به اتاق عمل.
آدم فقیر دیگه همینه، پای برهنه باید بله دیگه. پولدارا چی کار میکنن؟ ما فقیرها اینجوری میخوابیم. وای اونا بابا وضعشون خیلی بدتره. ای وای خاندایی جان ببخشید شما را به زحمت انداختیم. مگه حرف گوش میکنه حاجی؟ یه ماه دکتر بهش استراحت مطلق داده اما کوکوچ شنوا. شما باید به من زودتر خبر میدادین. مگه تو این دنیای وانفزا من به جز حاج احمد رفیق دیگه ای هم دارم. سلام کوثر خانم. سلام آقا مهدی، لطف کردی تشریف آوردی. نه خواهش میکنم، وظیفه است. الهی شکر که حاج آقا حالش خوب و به خیر گذشته. آره الهی شکر، بدای خیر شما خاندایی جان. خدا رو شکر. تو همین هفته گذشته داشتی از کو بالا میرفتی، چطور شد الان یاتاقان زدی؟ راستش عمو جون میدونی بابام یه دونه. فاطمه جان، ما که اینجا ایما و اشاره نداریم، باید به من بگین چی شده. سلام به همگی. سلام، خوش اومدید. سلام عمو جان، خوبی؟ خدا نکنه مریض بشی. حاج آقا خدا بد نده. به محض اینکه شنیدیم اومدیم خدمتتون. ایشالا هیچ وقت تو این حال نبینیمتون. مائده خیلی بیقراری میکرد، همش میگفت منو ببرید پیش. خیلی خوش اومدین، تو زحمت افتادین، ممنون که اومدین. سلام حاج آقا. زنده باشید. خدا بهتون عمر و عزت بده. نمیدونه نگه بزرگواری از خود گذشته شما نبود حالا ما چی کار میکردیم، حالا روزمون چی میشد. معلوم نبود مائده من الان در کنارمون بود یا نه. من که کاری نکردم خواهرم. به قول شاعر میگه که جزوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند خراب. اگه تو این سختی‌ها به فریاد هم نرسیم پس کی باید به داد هم برسیم؟ اصلا کی به شما خبر داد؟ راستش حاج آقا، مادر مائده با حاج خانوم تماس گرفتن، جویای احوال شما شدن. از صدای ناراحت حاج خانوم متوجه شدن که حتما یه اتفاقی افتاده. اصرار و اصرار و اصرار تا بالاخره حاج خانوم گفتن چی شده و شما رو آوردن بیمارستان. ما هم با عجله خودمون رو رسوندیم اینجا. لطفاً یکی هم به من توضیح بده چی شده. والا حاج آقا، دخترم از بیماری کلیه رنج می‌برد. هر دو تا کلیه‌اش از دست داده بود. کارش به دیالیز کشید. ما هم توی یه شرایط بد اقتصادی دنبال راه چاره بودیم. چی مصطفی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ چرا نمیذاری به درد خودم بمیرم؟ ول کن دیگه، خواهش میکنم تمومش کن. من اشتباه کردم، نمیخواد هیچی بگی. ببین میدونم که تصمیمت برای جدا شدن و طلاق عوض نمیشه. فقط بهت زنگ زدم یه چیزی رو بگم. قولم بهت میدم دیگه هیچ وقت مزاحمت نشم. فقط لطفاً اجازه بده که حرفمو بزنم و بدون که به جان مائده راستشو میگم. جون مائده؟ جالبه، نمیدونستم واقعا واسط مهمه. منو باش، اگه مهم بود که کار ما به اینجاها نمیکشید. خوب خودت هم میدونی که تصمیمم عوض نمیشه. من و تو از هم جدا میشیم و خودم با پول خودم مائدم رو درمان میکنم. خب پس زودتر حرفتو بزن، خیلی کار دارم. خدایا کمکم کن. کدوم گوری هستی؟ خانم تو مسیرم، دارم میرم. گوشی چرا مشغوله؟ دخترم زنگ زده بود. خوب حواستو جمع کن، اگه اشتباهی از سر بزنه مرگت حتمیه. بله خانم. تا زمانی که به مقصد نرسیدی هیچ تلفنی جواب نمیدی، به جز تلفنی که من بهت دادم. چشم، تکرار نمیشه. خیلی مواظب باش. حتما خانم، حواسم هست. الو، اداره اطلاعات. سلام، وقتتون بخیر. میخوام در مورد یه موردی گزارش بدم خدمتتون. بله.
فرودگاه بین المللی خلیج فارس، عسلویه، ساعت 8 صبح. سوژه مورد نظر تو موقعیت. الو، کجایی؟ چرا دیر اومدی؟ مجبور شدم ماشین رو عوض کنم. کی بهتون گفته؟ نمیدونم، با من تماس گرفتن. جزیره مارو، 1 هفته قبل.
آقای الکس، میدونی که باید سری بری و کارو تموم کنی. با این نقشه‌ای که ریختم توجه همه مامورای نظامی و امنیتی درگیر یه مسئله انحرافی شده. الکس محمودی قلابی، تا شما خیلی راحت و بدون دردسر کارتو انجام بدی. فقط یه نکته، اونم اینه که اگه به هر دلیلی نتونستی از عهده کار بر بیای، بدون که فرصت جبران نداری. عملیاتتو با موفقیت تموم کن. بدون به این راحتی از اشتباهت چشم پوشی نخواهم کرد. بله جناب کلاه، متوجه هستم. اینم شما خوب میدونید که الکس هیچ پروژه‌ای رو قبول نمیکنه مگه اینکه پایان خوبی به وجود بیاره. با وجود خانم فرانسیس کارو به من بسپارید. گوش کنید و با دقت به نقشه و صحبت‌های من توجه کنید. عملیات ما با نام کد 53 تعریف شده. اینو به خاطر بسپارید. همونطور که قبلا برای شما توضیح داده شده، هدف از انجام این عملیات انهدام پتروشیمی‌ها و از کار انداختن فازهای گازی در منطقه اصلویه است. ما میخوایم از یه طرف با اختلال در سیستم منطقه ویژه پارس جنوبی فشار مضاعفی رو به حکومت ایران و نظام سیاسی وارد کنیم و از طرف دیگه با همسو شدن با تحریم‌های آمریکا و اروپا مردم رو بیشتر تحت فشار قرار بدیم تا شاهد موج عظیمی از تظاهرات و اعتراضات مردمی برای فروپاشی نظام حکومتی باشیم. به همین خاطر هر کدوم از شماها باید وظایف محول شده رو مو به مو و با دقت ویژه‌ای انجام بدیم تا عملیاتمون 100% با موفقیت به پایان برسه. خانم شراره، شما با 2 تن از ماموران بلک واتر در مرز بین عراق و سوریه با شخصی به نام نادر زنگی که یکی از فرماندهان ارشد داعشی بوده ملاقات میکنید و کیفی رو که به شما تحویل داده شده به ایشون تحویل میدید. عملیات نادر زنگی و گروهش برای منحرف کردن توجه مامورین اطلاعات و نظام امنیتیه تا شماها راحت‌تر و با ریسک کمتری بتونید عملیات خودتون رو شروع کنید و به پایان برسونید. همزمان با حرکت شما گروه نادر زنگی وارد ایران میشن و مقدمات کار رو برای شما فراهم میکنن. خوب دقت کنید، اگر قراره با این آقا ارتباطی داشته باشین زیاد به پر و پاش نپیچین، چون کاملا آدم روانی و خطرناکیه. این شخص به اسم جهاد و شهادت فقط به خاطر پول کار میکنه و چیز دیگه‌ای براش مهم نیست. پس خوب حواستون رو جمع کنید و اجازه بدین کار خودش رو انجام بده. و شما شراره، بعد از ورود به ایران به گروه نادر ملحق میشی برای نظارت و کنترل عملیات نادر و گروهش. قبلا در مورد ملاقات شما و همکاری با اون هماهنگی‌های لازم انجام شده و شما آقای الکس محمودی، همونطور که رئیس کلاه گفتن، از کانال هوایی و خیلی معمولی وارد ایران میشید و به مخفیگاه و محل قرار نادر و شراره میرید تا در تاریخ مشخص شده کارای محوله رو شروع کنید. تمام لوازم و امکانات مورد نیاز شما توسط نادر و گروهش در اختیارتون قرار میگیره. قبل از حرکت نقشه‌های مدرن اطلاعاتی و تمامی نقاط مورد نظر از طریق تصاویر ماهواره‌ای و GPS در اختیارتون قرار میگیره. در ضمن یک کیف داخل ماشین برای شما قرار داده شده که باید اونو تحویل بگیرید. سعی کنید هیچ رد پایی از خودتون به جا نذارید و بعد از ورود به هر منطقه مرحله پاکسازی انجام بشه. خوب حواستون رو جمع کنید. رئیس کلاه هیچ اشتباهی رو از شماها نمیپذیره
و با کوچکترین خطایی مرگ دردناکی در انتظارتون خواهد بود. پرسیدم کی بهت گفته؟ نمیدونم، با هم تماس گرفتن. میدونی که قرار ملاقات کجاست؟ بله آقا. منو باید ببری اونجا، اما قبلش باید بریم جایی. چشم آقا. خوب گوش کن چی بهت میگم. بله بفرمایید. جلوی یه سوپرمارکت نگه دار، این لیست رو برام تهیه کن. بله حتما. خوب حواستو جمع کن، جلب توجه نکنی، سریع برگرد، وسایل بذار تو ماشین، حرکت کن. چشم آقا. ببخشید میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ بهت نگفتن من اهل سوال و پرسش نیستم؟ حواستون به کارتون باشه. چشم قربان. قصد جسارت نداشتم. اولین کوچه رو برو داخل. محل قرارمون اینجا نبود که قربان. هرچی من بهت میگم. چشم. ببخشید اینو میپرسم، منتظر کسی هستی؟ شما سرت به کار خودت باشه. چشم آقا. یعنی چه خبر؟ حرکت کن. سلام، آقای الکس محمودی؟ شما؟ رفیعان هستم از اداره اطلاعات. میکائیل سوژه فرار کرد. اومد سمت شما. کومیل دریافت شد. میکائیل حرکت کن. ایست! سر کن مگه شلیک میکنم. میکائیل برگرد. بدو پسر بدو، بعد بریم دنبالش. کومیل عجله کن. ایست! تکون نخور.
تکون نخور. روز و شبمون یکی شده بود. روز به روز ناامیدتر می شدیم. هر لحظه که صدای ناله مائده رو می شنیدم دنیا رو سرم خراب می شد. حال مائده هی بدتر می شد. به هر کجا که سر می زدیم که کلیه با گروه خونه مائده گیرمون بیاد، متاسفانه گیرمون نمی اومد. آروم باش عزیزم. بیا یکم آب بخور. تا اینکه لطف خدا شامل حالمون شد. خدا حاج آقا رو سر راهمون قرار داد. بعد از انجام یه سری آزمایشات ایشون تونستن یکی از کلیه هاشون رو به مائده ما اهدا کنن. ما هم الان سلامتی و زنده بودن مائده و آرامشی که داریم همه رو مدیون حاج آقایی. عزیزم حاجی تو فقط همین کلیه ها رو داشتی. حاجی یا امام رضا، یا امام رضا. پرستار خانم پرستار لطفا بیا اینجا. حاجی خوبی؟ حالا خوبه؟ چی شد؟ نفس بکش. نفس بکش. چیز دیگه ای لازم نداری دخترم؟ نه مامان. کافیه؟ خوبه. درستمون خیلی سخت شده مامان، ولی اشکال نداره میخونم. وانیا جان من میرم دفتر، شما هم برو سر کلاست باشه؟ باشه خداحافظ. سلام، حال شما خوب هستین؟ سلام، احوال شما خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم بفرمایید عزیزم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خوبی خانم ناصری؟ خوب هستین؟ سلامت خیلی خوش اومدین. بفرمایید، خواهش میکنم. جانم در خدمتتون هستم. خوب هستی خانم بهاری؟ شکر خدا. با در زحمت خدمتم. ما. نه خواهش میکنم. شارژ تموم شده، نمیتونیم عکس بگیریم. پنگول میندازه. نه باب اسفنجی. رفتیم مشهد برام خرید. قبلا گفته بودم. آره بریم. بعد از اینکه وانیا از مصلی برگشته مدام داره راجع به شهدا، به خصوص شهدای جنگ ازمون سوال میپرسه و من و پدرش هم هرچی براش توضیح میدیم قانع نمیشه. پدرش هم که خودتون میدونین که روی وانیا جان خیلی حساسن، گفتن که بیام مدرسه و اگه میشه با شما مشورت کنم که ببینم نظر شما راجع به این موضوع چیه. اگه میشه با وانیا جان صحبت کنین بلکه مجاب بشه. راستی خانم بهاری، چون قراره بریم با خانواده شهدا دیدار داشته باشیم، از مسئولین شهر هم کمک میگیریم. مثلا جناب آقای فرمانده ناحیه، همینطور آقای گیله یا امام جمعه رو همراه خودمون ببریم. فکر میکنم خیلی بهتر باشه. بالاخره بچه‌ن سوالاتی که براشون پیش میاد تا جایی که ممکنه یه پاسخ کاملی دریافت کنن. نمیشه سرسری یه جوابی بهشون بدیم. درسته، منم با شما موافقم، چون اگه خودشون ببینن بهتر به جواب میرسن. خیلی ممنون و از شما ممنونم که اومدین اینجا و با ما مشورت کردین و ایده خانم رحمانی هم خیلی جالب بود. خانم رحمانی میتونیم با خانم مدیر صحبت کنیم و از آقا مهدی هم میتونیم استفاده کنیم تا چند تا ایده خوب بده و با خانواده شهدایی که اینجا هستن یه قرار ملاقاتی بذاریم
و بچه ها رو ببریم خونه این شهدا تا از نزدیک با پدر و مادرشون صحبت کنن. خیلی براشون به نظر من بهتره. خیلی هم عالی. پدر وانیا جان خیلی خوشحال میشن از اینکه شما این نظر رو دادین و خیلی هم استقبال میکنن. کاری کمکی چیزی از دست ما بر بیاد ما کوتاهی نمیکنیم. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدیم. خب خانم رحمانی عزیز، بریم با بچه‌ها تو حیاط صحبت کنیم و بهشون این خبر رو بدیم. شما تشریف داشته باشین، میرسیم خدمت شما. تشریف داشته باشین. بفرمایید، راحت باشید. بفرمایید. بریم یه ذره بدو کنیم، خسته شدیم. آره بریم. بدو. ببخشید من جلو میرم. بچه ها تو حیاطن؟ آره پایینن. وانیا جان، الان مامان اومده بود دفتر با من صحبت کرد در مورد سوالاتی که از دیروز تا حالا برات پیش اومده در مورد شهدا. اگه دوست داشته باشی و دوستاتم موافق باشن، قراره با خانم بهاری معاونت مدرسه‌مون بریم با چند تا از خانواده شهدا صحبت کنیم. سوالاتی که براتون پیش اومده بچه‌ها، هر چی سوال دارین اونجا از خودشون بپرسیم. بهتر نیست؟ موافقین بچه‌ها؟ دوست دارین بیاین؟ بله خانم. پس بچه‌ها ایده خیلی خوبی هم هست. آره. خانم رحمانی ایده خیلی جالبی هم داد. با این ایده شما میتونید تمام سوالاتی که تو ذهنتون هست از خانواده، یعنی از پدر و مادر اون فردی که شهید شده بپرسید و با خانواده‌اش آشنا بشید. سلام، خوش اومدید. سلام عزیزم. دیدار با خانواده معظم شهدای اهل تشیع. سلام. بفرمایید از این طرف. سلام عزیزم. خیلی خوش اومدید. سلام مادر. سلام عزیزم. خوش. بفرمایید، خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم دست شما درد نکنه. بچه‌ها کنار هم بشینید. یه زحمت بکش چند تا چای. بله حتما. حاج آقا، حاج خانم، دستتون درد نکنه. ماه عزیزیه. قبول زحمت فرمودین که ما برسیم خدمتتون. خیلی خوش اومدین. بچه‌هایی که میبینید اومدن چند تا سوال از شما بپرسن در مورد شهدا و اینکه میدونن پسر شما شهید شده. میخوان حس شما، حال شما از اون زمان و تا به الان بدونن چیه و میدونم خیلی براتون شاید سخت باشه یادآوری اون زمان و اون حالتا رو. و دستتون درد نکنه اگر بتونید به تمام سوالای بچه‌ها جواب بدین. خانم بازم رحمانی، ممنونم حاج خانوم و حاج آقا از اینکه ما رو پذیرفتید. عذرخواهی میکنم اگه زحمتی براتون داشتیم. ماه عزیزیه و دستتون درد نکنه اگه به سوالای بچه‌ها جواب بدید. ممنون میشم. در خدمتیم. ببخشید حاج آقا که مزاحمتون شدیم. ما بچه‌ها یه چند تا سوال داشتیم. اگه اجازه بدین اولین سوالمون رو بپرسیم. اولین سوالمون اینه که شما به عنوان پدر و مادر این شهید عزیزمون چجور اجازه دادین که فرزندتون بره با این همه خطرات و مشکلات که شاید بره و بر نگرده؟ چجور بهش اجازه دادین؟ خب اون کارمند مسئول هدایای مردمی بود. پارسیان رفته بود مأموریت اونجا. شما یه توضیح بدید. واقعا هنوز برام سخته که به زبون بیارم پسرم دیگه بین ما نیست. از برادرای سپاه هم خیلی ممنونم که باعث تسلی خاطر ما شدن. روزی که جسد آوردن اصلا باورم نمیشه. خب بچه‌ها اومدیم الان اینجا فرمانداری که بریم اونجا با جناب فرماندار صحبت کنیم، هماهنگ کنیم برای رفتن به خونه شهدا. همتون که آماده هستین ان شاءالله؟ خب یا علی بریم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما؟ خیلی خوش اومدین. سلامت خسته باشین. نباشید. خیلی خوش اومدین. به به. بفرمایید. در خدمت شما هستم. زنده باشین آقای فرماندار. ممنون از این که قبول زحمت فرمودین که ما برسیم خدمتتون. بچه‌ها چند تا سوال داشتن در مورد خانواده معظم شهدا و همینطور مدافع حرم و چون براشون خیلی سوال بود یه تحقیق گروهی انجام دادن دور همی و گفتن که بیایم خدمت شما با کمک و راهنمایی شما بتونیم بریم چند تا خونه شهدا از نزدیک بچه‌ها اونا رو ببینن. اگر بتونن از خانواده شهدا از پدر و مادرشون چند تا سوالی که تو ذهنشون هست بپرسن. بله. ممنون میشیم که شما با ما همکاری داشته باشین. خواهش میکنم. سلام آقای دکتر، ممنون که برای ما وقت گذاشتین تا سوالامونو بپرسیم. من یه سوال داشتم که آیا شما در جنگ حضور داشتین؟ من خودم بچه غرب کشورم.
8 سال زیر بمباران موشک عراقیا بودم و کاملا جنگ و لمس کردم. وقتی شرایط وخیم میشد ما آواره میشدیم، زیر چادر زندگی میکردیم. خانواده ما معمولا درگیر جنگ بودن. 2 تا از داداشای من جانباز جنگ تحمیلی هستن، جانباز شیمیایی هم هستن. الو، سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوب هستین جناب سروان روانکار؟ بله دوستان اومدن، بچه ها اومدن، تماس گرفتن. الان داریم میریم خدمتشون. من جلوی دفتر هستم. خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. سلام آقا. خدمتتون هستیم. البته خب امام جمعه معزز شهرستان معرفی شدن ولی هنوز مستقر نشدن. به لحاظ اینکه شما تشریف آوردید، خب بنده خدمتتون رسیدم که هر گونه کاری از دستم برمیاد براتون انجام بدم. دست شما درد نکنه حاج آقا. من برام سوال شده که تو شهرستان پارسیان چند تا خانواده شهید داریم؟ چند تا شهید داریم ما؟ تا اونجایی که من میدونم حدود 16 شهید در شهرستان هست، البته بدون احتساب شهدایی که گمنام هستن و اینجا مدفون شدن. البته باید بگم شهدای خوشنام. در واقع اگه بخوایم این 5 تا رو حساب کنیم و اون 16 تا میشه گفت 21 شهید در شهرستان داریم. اینجا خونه شهید نامجو هستش. بچه ها جلوی در وایسی. دیدار با خانواده معظم شهدای اهل تسنن. سلام علیکم. سلام حاج آقا. سلام علیکم، حال شما خوب هستین؟ تاعتتون قبول باشه انشالله. سلام علیکم حاج آقا. 2 تا برادر با هم سربازی رفتن. هر 2 تا با هم سربازی رفتن؟ هر 2 تا همراه هم بودن. یادم میاد سالم برگشتن. خیلی قدیم بود. آها، اینجوری بوده پس. بله اون موقع اینطور بود حاج آقا. منم با شما موافقم. شرایط خاصی بود. بله دوران جنگ واقعا سخت بود. خیلی سختی کشیدیم. یادم میاد یه بنده خدایی نقل میکرد از جانبازی که تو تهران رو تخت خودش شهید شده بود و میگفت ایشون فرق داره با کسی که در میدون تیر خورده. کسی که تو رخت خواب خودش شهید میشه خیلی فرق داره با اون کسی که تو میدون شهید میشه. کسی که میره تو میدون نبرد تو خط مقدم تیر میخوره و شهید میشه خیلی فرق داره با اون کسی که جانباز میشه و میاد تو تخت خودش شهید میشه. پسرم اومده بود مرخصی، وقتی رفت جبهه دیگه بر نگشت، شهید شد. من هیچ وقت اینو فراموش نمیکنم. خدا انشالله از شما قبول کنه. سلامت بشی. همین یه برکتیه برای زندگی شما. خیلی خیلی ممنونم حاج آقا. خلاصه چی بگم مریم جون، من و آقا غلام عین 2 تا مرغ عشق اگه 1 ساعت همدیگر رو نبینیم از قصه دق میکنیم. درسته. باورت میشه بعد عروسی تا چند وقت به زور میفرستادمش بره سر کار. آخه چرا؟ خب میگفت من از دیدنت اصلا سیر نمیشم، از صبح تا غروب میخوام یه ریز نگات کنم. عزیزم راستش اگه دروغ نگم منم همین حسو بهش داشتم، ولی خب بالاخره باید میرفت سر کار دیگه، مگه نه؟ بله درسته، اما خیلی جالبه، درست عین من آقا مهدی. البته امیدوارم تا بعد از ازدواجم همینطوری بمونه. نگو تو رو خدا، جای داداشم باشه. آقا مهدی خیلی آقاست، یه دسته گله که لنگش تو کل مردا پیدا نمیشه. خیلی از مردا آرزوشونه که جای آقا مهدی باشن. خیلی از دخترها هم دلشون میخواد با همچین آدمای انسان متشخصی ازدواج کنن. خدا رو شکر خدا خودش میدونه چطوری در و تخته رو با هم جور کنه. عزیزم اینو میخوام بگم که خودت یه دسته گلی که آقا مهدی نصیبت شده. قربونت عزیزم.
دیگه الاناست که سر و کله آقا غلامم پیدا بشه، چون قرار بوده امروز سورپرایزم کنه. واقعا؟ آره، تا حالا ببینیم چی باشه. سلام عشقم. اونهاش آقا غلام من اینجام. ببین چی آوردم برات. شلغم دیدی گفتم. سلام، حالتون خوبه؟ پس فعلا با اجازتون من رفتم. خداحافظ. خوش بگذره. خداحافظ. سلام، حالت چطوره؟ کجایی تو؟ سلام، ای بهترین هدیه خداوند، ای تاج سر من، ای بانوی مهربان من. ببخشید که معطل شدید. از چهرت معلومه که الان بزنی سر و کله رو از بدن جدا کنی، مگه نه؟ درسته؟ 100%. واقعا عذر میخوام، یه کاری پیش اومد، مجبور شدم بمونم. خب با تمام وجود و همه عشق تقدیم به شما ای بوته خاره. هیچی ای بوته گل زیبای زندگی من. اینقدر زبون نریز. میدونی که من از این چاپلوسی ها اصلا خوشم نمیاد. اما نه، خوشم اومد. مرسی، دست درد نکنه. خواهش میکنم. خب چی کارم داشتی که نذاشتی امروز به کلاسم برسم؟ گفتی قراره جایی بریم، درسته؟ من سر و پا گوشم. راستش بدون مقدمه میخوام برم سر اصل مطلب. شاید این مطلبی رو که میخوام بهت بگم یه خورده برات سخت باشه و تجزیه تحلیلش هم برات کمی مشکل باشه، ولی چون قبلا صحبت کردیم در موردش، اگه خاطرت باشه روز خواستگاری اومدیم کلی صحبت کردیم و توافق کردیم سر این موضوع. فکر کردم گفتم که شاید زمانی پیش بیاد که من نتونم کنارت باشم و این زندگی رو با هم دیگه ادامه بدیم، ولی خدا رو شکر با این بینش و درایتی که ازت سراغ داشتم و دارم با این مسئله مخالفتی نداشته. یادت که هست. راستش وقت رفتن شده مریم دیگه. اگه خدا و حضرت زینب به طلبه، خدا بخواد میخوام به داداش محمد ملحق بشم. نمیدونم در جریان هستی که سردار دیگه اعلام آماده باش دادن به همه. به هر حال گردن ما هم تکلیفی هست، ولی اینم بدون که اگه راضی نباشی من نمیرم. ولی میدونم که هیچ وقت با دلم بازی نکردی و همیشه خواسته منو به خواسته خودت ترجیح دادی. این وصیت‌نامه منه. چی؟ درست شنیدی، وصیت‌نامه منه. خواهش میکنم که بعد از من دقیقاً به همون چیزی که نوشتم عمل کنید و گفتم احساسی با مطلب برخورد نکنید. و یه چیزی هم هست که قول دادی ناراحت نشی، این که بعد از من با هر کسی که خواستی میتونی ازدواج کنی. خجالت بکش مهدی. این حرفا چیه که داری به من میزنی؟ هنوز هیچی نشده پیشنهاد ازدواج بعد از خودت هم به من میدی؟ این بود همه اون قول و قراری که با هم گذاشتیم؟ این بود جواب عشق و علاقه من نسبت به تو؟ میدونی چیه مهدی؟ تو آدم تو اشتباه انتخاب کردی. من رفیق نیمه راه نمیشم حتی اگه تو نباشی. اینم بگیر بده به کسی که بزرگت کرده و حق به گردنت داره، نه من غریبه از نظر تو. صبر کن ببینم، از کجا معلوم که من زودتر از تو از این دنیا نرفتم؟ درست. میدونی چیه؟ واقعا برای خودم متاسفم که تو هنوز منو خوب نشناختی. به اون خدایی که قبول داری قسم اگه به من اجازه میدادن حتی زودتر از همه شما برای دفاع از حریم دختر رسول خدا بیبی زینب جونمو فدا میکردم. اما چه فایده؟ هنوز خوب منو نشناختی. ببخش گل من، وقت مناسبی رو برای گفتن این حرف و مطلب پیدا نکردم، ولی پیش خودم فکر کردم شاید دیگه مجالی پیش نیاد که مطلب رو بیان کنم و
اینو ازت بخوام. به هر حال ببخش که ناراحتت کردم، ولی خودمونی ما. عجب دست سنگینی داری. واقعا؟ البته حقت بود. چرا؟ حرف بی ربط زدی، سیلیشم خوردی تا تو باشی که دل منو نشکنی. این از سورپرایز اولت آقا مهدی. خب بعدی رو بفرمایید. خیر بود که انشالله، ولی محکم زدی همش پرهید. بگو دیگه، خودتو لوس نکن، بگو. بفرمایید. خلاصه این که باید تمام کارهایی که دارم و قبل رفتن انجام بدم.